عامل اساسی خوشبختی عائلوی این عزت و احترام و همدیگرفهمی در محیط خانواده است. عکس چنین کردار یعنی رشک و خصومت و نابسامانی در عائله می تواند در برابر ویران شدن مناسبت باز به رخ دادن حادثه‌های غیر چشم داشت باعث شود. جنایت آدمکشی که در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به قید گرفته شده است، واقعیت این گفته ها را انعکاس می‌کند. سنه 4 دکبر سال روان تخمینا ساعت‌های 11 شهروند رجب شهرت سال تولدش 1993 زاده و استقامت کننده ناحیه رودکی جماعت دهات سلطان آباد دهه بوستان در کوچه عینی ناحیه شاه منصور بینای 61 آشیانه هشتم که به حیث ساختمانچی فعالیت میکرد با همسرش مجید و مرواری سیب‌الدین اونا سال تولدش 1999 استقامت کننده ناحیه فیض آباد دانشجوی کورس یکمی کالج آموزگاری در زمینه رشک و به احترامی مناقشه نموده در سراغ ذکر شده با راه بوغی کردن با استفاده از رسمان نام برده را به هلاکت رسانیده است. گفتم که بیا با گذشته سالوات خفای زندگی مونشایم چیکار کردی نکردی مالی و گفت که مسئله کوارتیر چی شد کوارتیر میگیری یا نه سوال داد ما کوارتیر میگیری یا نه گفتم نه گفت اگر نه خفای ما هم نگرد خفای گودک هم نگرد انا اتام زنگ نزن نگو که تو است وای چیکار میکنه نمیکنه حق پیدموش که غلطی دیدم خالی قیدموش در زمین. سپس گمانبر شده با مقصد پنهان کردن جسد در روی جسم بیجان مجید و مرواری قم که برای ساختمان آورده شده بود ریخته جسد را پنهان میکند. دوجا گورش کردم برآمدم نکردم افریدم پیداست کردم لباسم بروردم برآمدم در قلف کردم. از روی نشاندادی رجب شهرت او و همسرش سال 2019 عائله برپا نموده صاحب یک فرزندی نابالغ میباشند. دوام زندگی یک جایشان مناسبت همسرش با او ویران شده میان آنها پیوسته مناقشه ها میشده است. نوابسته از آن که گمان برشونده بعد صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین و فرو نشاندن قهر و غضب خود از کردار صادر کردهش پشیمان شده طریق تلفن باوری وزیر کارهای داخلی عاید جنایت صادر کردهش خبر داده به طور خود اقراری به میلیسیا حاضر شده است ولی این نمیتواند او را از جوابگری جنایتی آزاد نماید. زیرا رجب شهرت در برابر از حیات محروم نمودن یک نفر همزمان فرزندی نابالغ خود را از مهر مادری محروم کرده است. با آغاز نمودن پرونده جنایتی با ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات پروکراتور ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تفتیش قضیه مذکور بر راه مانده شده گمان برشونده رجب شهرت در حبس پیشکی قرار دارد.